بهترین کار خواندن کتاب است. مثلا از تاریخ میگیریم در بین النهرین کتاب نبود، کاغذ نبود، تخته های گلیم می نوشتند. هر یک تخته مثلا فرض کردیم نصفی همین میز است، وزنش 20-25 کیلو شاید باشد. الان تخته های گلی نمی خوندند. مقصد آنها خواندن الکترونی نبود، گرفتن معلومات بود. خب دیرتر و تاریخ خودمون می نگیریم 12,000 پستی برزگاه به نوشتند کتاب اوستا رو. کتاب سبک نیست، 12,000 پستی گاو. تصور کنید شاید مثلا 1 کیلوگرم باشد، اگر 12,000 کیلوگرم می شود. اگر کمتر نباشد تخمین میگوییم میخوندن. امروز زمانی شد که هم کتاب چاپی هست هم کتاب الکترونی. مهم آن که خواند کس آیا کتاب الکترونی است یا کتاب چاپی است فرق ندارد، مهم آن که خواند. بجا استاد خواندن هم چند نمود می شود میگویید؟ بله مثلا نظری شما رو میخواستم فهمم بابت این چگونه است اون نمودها؟ یک تندخوانی نام روشی خواندن است. تندخوانی همین است که قسمت های اساسی کتاب میخواند و مضمون رو جنبست میکند. این برای مطالعه کتاب های بدیهی است. لیکن راه دیگری هم هست، راهی مثلا صریحا خواندن، جمله به جمله خواندن. یک عادت ما نداریم، عادت همین است که در مکتب های میانه یا اینکه در دانشکده ها در آموزشگاه ها ما مطالعه نداریم، درس مطالعه. یعنی در مکتب های مثلا تا انقلابی از جمله در دیگر کشورهای خارجی در رشته تمام رشته های فن هایی که آموزش می شود درس مطالعه دارند، یعنی کتاب میخوانند. فرض کردیم در ادبیات ترجمه حالی سعدیه خوندن، حتما باید بستان و گلستان خوانند، یعنی عملا باید خوانند. از آن ما مثلا همین مطالعه هم کم است. لیکن مثلا امروز خوشبختانه در تاجیکستان زنده شد کتابخانه مکتب، سلسله کتابخانه مکتب برای سن سال نورسان، برای هر یک کس برای آنکه کتابخوان شود از سن سال خودش موافق. مثلا من خودم وقتی که مثلا کتابخانه آغاز کردم صنف 3 بودم، همون وقت از افسانه های ریموس امک کتاب افسانه آغاز کردم. امروز مثلا 40 ساله هستم، امروز هم افسانه میخونم، عصبم آروم میشود، یک غذا میگیرد. افسانه است، لیکن شاید یک کسی دیگر منو گیرد که کودک تو گیرد کتاب افسانه گیرد، لیکن اون کیفیتی که همون بار اول از خواندن کتاب گرفتید همون به خاطر میآید. یعنی امروز مثلا برای سیگار کشیدن، برای نقص کشیدن یک کیفیت مبلغ میده، برای چی کتاب نمیگیری؟ برای غذای معنویت مثلا برای کتاب خریدن مبلغ نداری یا اینکه وقت نداری یا دیگر بهانه داری. بچون اینجا میگویند در با یک سوالی کردیم که روی پیش گذاشتید و چرا کتاب میخوند انسان؟ پس چرا کتاب میخونیم ما؟ چه ضرور است ما رو کتاب خوندن؟ وقتی ما میگیم مشاهده از زندگی میکنیم، چون محلی داریم، در محل کهنسالانی رو داریم و چون استادانی رو داریم، پس چند نفری ممکن گویند که پس من کتاب نمیخونم، نزد یک استاد میرم صحبت میکنم، انا جای کتاب رو میگیرم، مضمونش رو از استاد میگیرم یا از نفری میگیرم. چه ضرور است وقتی نفری میدوند من مطالعه ادبیات کرده باشم؟ تا چه اندازه چنین بعضی اندیشه ها راست است؟ وقتی که تشنه موندیم یعنی اینستینکت وجودمون با خبر میکند که به ما آب درکار، از پی آب میشویم، از پی آب. وقتی که گرسنه موندیم از پی غذا میشویم. با مانند همین گرسنگی معنوی هم هست. متاسفانه گرسنگی معنوی نه هر کس میفهمه.